دوزخی که پروردگار میگوید ای کسانی که ایمانی به خدا دارید خو انفسکم و اهلکم نارا، سفارش پروردگار و شما این است که خودتان، اهل عیالتان، کلینها و فرزندهایتان از وارد شدن این دوزخ نگه دارید. الله سفارش میدهد نگاه دار، اصلا نگذار که خودت همراه اولادت وارد دوزخ شوی، نگذار. دوزخی که الله بیان کرد انفسکم و اهلکم نارا و قودها الناس والحجاره. الله گفت ببین شما در دنیا هر وقتایی که اگر آتش اندازین یا کراسین استفاده میبرین یا سرلکه استفاده میبرین یا بنزین و نفت و دیگر هیزم و دیگر. الله گفت آتش انگیز دوزخ آدم است و سنگ، نه کراسین است، نه نفت است، نه بنزین است، بلکه آن چیزی که تحگیریان کننده دوزخ است الله بیان کرد انسان و سنگ است. از همون دوزخی که آتش انگیز او انسان و سنگ است خودتان و فرزندهاتان نگه دارید، زیرا پروردگار ما را آگاه دارد. خدا کو این راه را برای ما و شما بسته گرداند و خداوند هیچ وقت ما و شما را وارد این عذاب پروردگار نکند، لیکن پروردگار داخل دوزخ به ما شناس میکند علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم. پروردگار میگوید در داخل دوزخ ملائکه های دارم. چند قدر ملائکه؟ عددش پروردگار سوره مدثر میگوید علیها 19 19 ملائکه در دوزخ دارم که فقط دوزخی ها را عذاب میکنند. مفسرای قرآن میگوید قوه یک فرشته دوزخ برابر است به قوه چقدر بنده که خدا آفریده است، چقدر جینی که خدا آفریده است، قوه همه اینا به یک فرشته برابر نمی شود. ببینین قوه تمام فرزند آدم، تمام قوه جین هایی که الله آفریده است به یک فرشته برابر شده نمیتونسته است. این گونه ملائکه ها پروردگار گفت در دوزخ دارم. صفتشان چگونه است؟ چگونه ملائکه است؟ علیها ملائکة غلاظ شداد. الله بیان کرد غلاظ شداد، زیشت روی هستند، سخت روی هستند، رحم بر بنده های خدا ندارند. داد میزنی، فریاد میزنی، کمک طلب میکنی، الله گفت اونا نمیشنوند، اونا رحم ندارند. ببینین اجرا میکنن، پروردگار میگوید اجرا میکنن آن امری که من بر اونها سپارش دادم، اونا اجرا کننده هستند. دوزخی که لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا. و ببین پاره 30 قرآن اولی سرشوی از سوره مبارکه نبأ عما یتساءلون. آخر سوره چی میگوید؟ لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. دوزخ حرارت بلند دارد لکن شراب خنک ندارد. پروردگار میگه ببینین حمیمه، در همون دوزخ پر حرارت ما برای دوزخی ها آب جوش آمدگی میدهیم. پروردگار میگه حمیمه، آبی که وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. سوره محمد است آیت 15. پروردگار میگوید وقتی دوزخی تشنه می شود و ملائک در حلق او وقتی که آب جوش آمدگی را که میریزد فقطع امعاءهم، روده هاش تیکه تیکه میکنه. انا همون دوزخ است. همون دوزخ پروردگار چی میگوید؟ همون دوزخ لا تبقی ولا تذر، لا تبقی ولا تذر. پروردگار میگوید ملائک دوزخ جایی هست که گوشت و پوست میخورد. لا تبقی ولا تذر، نه تو را میمانند که بیرون شوی، نه برای تو حیاتی تو را قطع میکنن که وفات کنی و تا که عذاب نکشی، بلکه زنده به زنده ابدی تو در نزد پروردگار عذاب میکشی. ببین پیغمبر خدا گفت انا همان دوزخ که من برای شما یک لحظه ای را انشاءالله من بعد صفتهای جنت برای شما دوزخ بیان میکنم که خدا در قرآن در احادیث ها
دوزخ چگونه بیان می‌سازد. رسول اکرم گفت آیا خبر دهم به شما آن کسانی که به اونها آتش دوزخ حرام شده است؟ آیا شما نمیخواهید که خداوند بالای شما دوزخ حرام گرداند؟ میخواهید. پس وقتی که خواهید باید چنگ زننده این 4 چیز شویم. حبیب خدا گفتند، حدیث ترمذی است، حدیث حکمش حسن است. ببین حبیب خدا گفتند تحرم على كل قریب هین لین سهل. دوزخ به کی حرام است؟ دوزخ به کی کار ندارد؟ دوزخ کی نمی‌دراید؟ آن کسی که آنچنان اخلاق خوب دارد که اخلاق خوب او نقش اخلاقش در دل مردم جای گرفته است. یکم قریب اخلاق دارد، آداب دارد که مردم آداب او را هوس می‌کنند. نقش آداب او، محبت آداب او در دل اونها نشستگی است. دوم هین، ببین لین، انسانی که سهلین، هر 4 یک معنی میتید. آدمی که رفتار خوب دارد، انسانی که زبان آسان بیان دارد، زبان درشت ندارد، انسانی که رفتار خوب دارد. این 4 صفت اگر از کدام شما باشد، خوش به حالت که حبیب خدا گفت برای تو آتش دوزخ حرام شد. دادرای عزیز با آداب باشید. من چند جمعه شد و چند بین عصر و شام است که الحمدلله بین عصر و شام تا 40 دقیقه ما در مسجد صحبت ها داریم که چند روز است که درباره آداب صحبت دارم و مخصوصا خواهشم همین است. دادرای عزیز با آداب باشید، پدرای عزیز با آداب باشید، مادرها و خواهرای عزیز با آداب باشید. انشاءالله از روی آدابتان الله برای شما آتش دوزخ حرام میگرداند. شما در بهترین موضعهای از جنت خدا برای شما جای میکند. ادب بهتر از گنج قارون بود. انسان ما را حضرت سعدی نصیحت دارد، ادب بهتر از گنج قارون بود، فزونتر از ملک فریدون بود. بزرگان نکردند پروای مال که اموال را هست روز زوال. اینان پی علم و ادب تافتند که نامی نکو از ادب یافتند. امروز برای چی حافظ میگویم؟ برای چی سعدی میگویم؟ برای چی حضرت امیر سید علی حمدانی میگویم؟ اینا آداب داشتند، اینا خلق خوب داشتند. امروز نام اینا به نیکیات میشود. پروردگارا در این ساعتهای قبول دعا میکنم که اخلاق ما را پروردگار اخلاق حمیده گردانی. خدایا این 4 چیزی که حبیب تو بیان کرد که به اینها آتش دوزخ حرام است، خدایا این 4 را برای همه ما بندگان نصیب گردانی. آمین یا رب العالمین. خدای شکر. السلام علیکم داملای عزیز، خدا نگهبان شما باشد. آیا با گلستروک نماز خواندن درست است؟ برادر عزیز، ما چند بار بیان کردیم که اگر ما گلستروک را گوییم که نادرست است، با گلستروک نماز نخوانید، پس اگر از ما پرسن برای چی با گلستروک نماز نخوانند، اگر جواب گوییم که این لباس اروپیا هست، این لباس مردم غرب است، پس شما ببینید که چی چیز از غرب نیست. کدام لباس ما از غرب نیست؟ کدام لباس ما ساخت خود خاندان ما و شماست؟ برای همین ان الله لا ينظر الى اموالكم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم. خداوند در دلهای شما نظر دارد، در لباس شما نظر ندارد. هر لباسی که در تو باشد و این لباس اگر پایبند عبادت خدا باشد، همون لباس هم در حق تو دعای خیر میکند. به همین خاطر بگذار هر کسی که نباشد. امروز برادرای ما، بسیاری برادرای ما، چی دانشجویها و چی صاحبای منصب، گلستروک در گردن لکن خدا را عبادت دارن. خوش به حالشان. برای همین با که ندارد این اعراض نیست که ما گلستروک، و بعضی ها میگن این طوق لعنت است.
و شما با اونا سوادین که توک لعنت چیست. این توک لعنت گفتگی یگان چیزی نیستین. این مثل یگان گلسروک و مثل یگان تاقی و سله آمدگی در سر شیطان نزده است. این چیزی نیست خودش. برای همین هر گونه که نباشد خدا توفیق شون دهد نمازاشون نخوانم با که ندارد دادر عزیز. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. از بین شام تا خفتن بعد 1 ساعت نماز خواندن ممکن است نماز خفتن التماس سوال مرا جواب گویید. ولی آدمی که تعجیلی باشد اگر از شام تا خفتن 1 ساعت گذراند و نماز خواند ان شاء الله خوب است بهتر است. لیکن اگر تعجیلی نباشد و فقط برای ناخوشی اگر 1 ساعت بعد خواند این نمازش نمازی ثوابدار نیست برادر عزیز. کمترین 1.5 ساعت و این باید در جماعت شما خوانید. اگر نباشد امکانیت جماعت و امکانیت طاقت بعد 1 ساعت بخوانید درست است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان شما هستم از ناحیه 5. از شما خواهش میکنم در حق من و عائله من دعا کنید که همیشه دوستدار دین اسلام باشیم و خدا به من یک پسر خوب خدمتگار دین اسلام عطا کند. و یک سوال دارم. سوال چنین است: دختر عمکی را یا دختر خاله را در نکاح خود گرفتن درست است یا نه؟ التماس جوابش را گویید. مخلص شما از ناحیه 5. یکم بار می شود که در شهر کولاب زیبای شما هستم و نیت خواندن نماز جمعه آمدم. خدا علم شما را زیاد گرداند. خدا آن آرزو امیدهایی که کردی همگیش خدا برآورده کند و دختر عمکی و دختر خاله را گرفتن درست است برادر عزیز. سلام اکای حاجی میرزای شیرین سخن. لباسی که مثل پوست پلنگ باشد پوشیدنش جایز است. باز بعضی از زنها با این خیلی لباس ها نماز هم میخوانند. میخواستم همین را فهمیم. من یک خواهر اسلامی شما و یک کف دعا دارم. خدا شما را بازم توفیق و هدایت تانه زیادتر گرداند. بله به هر لباسی که نباشد چی گویم که از کدام پوست نباشد، مقصد همون اکن پوشیدنشون پوست نیست بلکه همون متریالایی که گویم که هم آهنگ همون صورتهای پلنگ و دیگر حیوانها را میکنن با که نداره درست است. یگان زلال زیان ندارد. حتی اگر همون پوست هم که باشد دباغت داده شود همون قطعی هم نماز خواندن درست است. داملای عزیز، مادر من کسب فالبینی دارد. ما چند بار گپای او را گوش کنیم یا نه؟ هر روز مادرمان را میگوییم که این کسب حرام است و ای گوش نمی کند. در حقشان دعا کنید داملای عزیز و در حق پدرم هم دعا کنید. خداوند از این راه نادرست، راهی که عاقبتش برای این مادر عذاب است، خدایا از این راه این مادر پس گردانی و اهل هدایتش گردانی. و سخن مادر گوش کردن چی فالبین باشد چی غیر فالبین باشد، اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر نباشد قبولش داریم. اگر خلاف سخن خدا و پیغمبر باشد پس اینجا نه از پدرش نه از مادرش قبول نمی شود. زیرا سخن خالق مقدم میستد از سخن مخلوقش. السلام علیکم اکای حاجی میرزا. من از شما خواهش دارم که در روز جمعه با برادر ما مرادعلی دعا کنید که صاحب فرزند صالح شود. خداوند این مرادعلی و دیگر برادرایی که در این مسجد ما نشستن و آرزوی فرزند سالم و صالح را دارن خدا نصیبشان گردانی. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم اکای داملا حاجی میرزا. از شما خواهش با این سوال من جواب گردانید. من شنیدم که اگر فیلم های بی معنی را که تمام عضوهایشان نمایان است اگر تماشا کنی گناه کبیره است. از شما خواهش میکنم که شما پره فهمانید تا اینکه از این گونه فیلم ها مردم تاجیکستان ما دور ایستند. انشاءالله من در این باب خیلی چندین بارها گفتم شما نوارهای را تماشا کنید که برای اخلاق حمیده خود شما باشد. اون روز من با یک آدم حکومتی از همین شهر کلا وقتی صحبت داشتم، در بین صحبتش برای من حتی که فرمود که حاجی همین مردم خبر ده که مثلا بعضی همون فیلم هایی که در تلویزیون می شود و با اونها مقصد توجه نداشته باشند که بسیار اخلاق دخترهامون و بچه هامون
بسیار به ترتیب شده است. ولی این بسیار من بسیار چیزا میدانم ده از روی همین فیلم هایی که مردم ما تماشا کردن به کدام روزا آمده رسیدن. حتی بعضی هاش اینجا شاهد هست برادرای ما که در همون جنگ عائلوی اشتراک داشتیم، از روی همین فیلم های پورنوگرافی که تماشا کردن بچه ها، عروسی 20 روزه الکی گویم که از زندگی بیزار شد، طلاقش از شوهرش گرفت. 20 روزه از روی همین کینه‌های به معنی که امروز جوانای ما تقلیدی به اونها میکنند. و این خاطر دادرای عزیز این هیچ وقت برای ما خوشبختی نمیاره. السلام علیکم ایشان حاجی میرزا، خداوند شما را از همه فتنه ها، اختلاف ها و کشمکشی هایی که حاضر در تاجیکستان از شما را نگه دارد. من امام یک مسجد کلان در پایتخت هستم. با قوم خود شما را نسبت همه داملاها احترام خاصه داریم. از گرفتن نامم خودداری کردم. حاجی خدا به تو خیر خواسته است و تو را دوست می‌دارد که امروز مردم خرد و کلان شما را دوست می‌دارند و حرمت می‌کنند و هزارها زن و مرد با سبب شما هدایت یافتند. یک نصیحت دارم و دو سوال. نصیحتم همین است، داملا فقط از پسی نصیحت‌های لازمه و در کاری در جماعت صحبت کنید، در جمعه صحبت کنید. از این دایره بیرون نشوید و مسئله های اختلافی را در مسئله های اختلافی وقتتان نگذرانید. بخشش زیاد خودتان از من خوبتر میدانید. یک نصیحت کرده است برادر که امروز بعضی گویم اختلاف ها و بعضی نافهمی ها و بعضی عمل هایی که گویم که نه گویم باعث بحث و مناظره باشد که دامنگیر مردم ما شده است و امروز سبب شده است و به خاطر بعضی مسئله جزئی که هیچ قدر و نقش در اسلام ندارند گروه‌بازی ها شده است. یکدیگر را بد میبینیم، یکدیگر را روی خوب نمیدهیم، حتی لازم شود یکدیگر را زده خونشار هم که کنیم دلمان خنک نمیشود. مقصد از همین اختلاف ها دور باشو، از همین مسئله ها دور است. اینا ابله هستند، اینا بیعقل هستند، اینا خدمتگاری در اسلام نیستند. با این عمل ها این خدمت نیست. خدمت راهاش دیگر است، خدمت مسئله هاش دیگر است. اون مسئله مرکبی هست که من باوری دارم که اینا اگر به یکی از اونا پیوست شوند، باور که در وجودش اونقدر ترس پیدا می شود که خدا داناست که دیگر روی زمین نمیبرش. این چی مسئله است؟ مسئله مهمه که انسان بعد او فشارها میبیند، عذاب میبیند، چنگی به وی بزن. این چی است؟ این چی مسئله هم نیست آخه. مثلا این داملا خدا خیرش دهد ما را نصیحت کرده است که از همین مسئله دور باشیم. ما دور میستیم، لیکن افسوس که دور ایستادن مانم باور کنین چگونه ای که برای خودمان یک مسئولیت بلند حس میکنم که مبادای مقصد ما قرار ایستیم و ما به مردم چیزی نرسانیم و بعدن گویم بعضی از شخصیت ها مردم کاردار شدن گیرن، اینجا دا باز ما قرار ایستادن نمیتونیم. و این خاطر نصیحتی منم همین است. دادر عزیز باز میگویم، باز به گوش شما میرسانم، یگانه چیزی که امروز مطابق مناسب برای ما و شماست مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه است. از این مذهب دادر عزیز اینجا سوال آمده است، یک وجه بیرون نشو. به نام آن خدا دفاع از مذهب مان دفاع قرآن و سنت است. هیچ زلل و خلل در این راهی که ما و شما اختیار کردیم نداریم. ببینید 200 میلیون عالم ها و مفسرات در هندوستان دفاع از مذهب امام ابو حنیفه دارند. 200 میلیون، 80 میلیون مردم افغانستان. ببینید چقدر اولی کن، من دیگر دولتاش برای شما نمیگیرم. 80 میلیون مردم پاکستان، همه مولوی هستند، همه اهل علم هستند. صدها کتاب نویسنده برای خدمت اسلام تقدیم کردند، همگیش پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. از آن جمله بنده هم دوستدار از پیرو مذهب امام ابو حنیفه است. برادرها از ما شکرانه میکنند، هزارها آدم به دعوت شما هدایت یافتند، از مذهب ساده خدمتی در اسلام میکنند. به این خاطر دادر عزیز هر چی در مذهب آن هست، هر ترتیبی که نمازی که در ما و شما بود، از این بیرون نشو دادر.
اگر تو سوال داری، اگر تو چیز پرسیدنی از من بپرس، من برای تو انشاءالله به نام خدا، از برای خدا غمخوارم، از برای خدا دوستت میدارم، دیگر نه به منصب پدرت نه به مالداریت به نام الله اهمیتم نمیدم، پروا هم ندارم، فقط به خاطر خدا دوستت میدارم. برای همین نصیحتی منم همین است دادر عزیز. امروز بسیار وقتی حساس است و وطن مانند دوست داریم. یک زمان دیدیم ناآرامی ها را، کشمکشی ها را دیدیم، چی بدبختی ها را دیدیم، و فکرم که دیگر دل ما و شما را این معرکه های ناخوش گرفت. بسیار نعمتی خوب آمده است، آرامی، الحمدلله. این زیباگی مسجد ببین، از ساعت 8 9 مسجد پر آدم است. این میکروفون ها را ببین، صدای الله اکبر دارند. چی دیگر برای ما لازم است؟ دوم، اکخان خواهرخان از نگاه اسلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. پروردگار والله علم در کدام سوره مبارکه است از یادم رفت، میفرماید محمد صلی الله علیه و سلم به هیچ کدام تو پدر نیست، بلکه رسول الله این آخران پیغمبر است، بعد او پیغمبر دیگر نمی آید. این آیت میگن شأن نزولش در حق زید ابن حارث است که پیغمبر خدا و بچه خان گرفته بود. ببینید یکی بچه خان و پدر خان، یکی وقتی که زید زنش طلاق داد، رسول اکرم و نکاح کرده گرفت. این به خاطر چی بود؟ به خاطر که بچه خانی و اپه خانی و اکه خانی در اسلام حرام است. این دروغند. هیچ وقت شما به این عمل دست نزنید. این اپه خان مای، این خواهر خان مای، این اکه خان مای، دروغند. اینا دا گناهگار میشوید دادر عزیز. دوم، سیوم، سنت خفتن را میخوانند تا امام نخیزد قوم نمیخیزد. چی معنی دارد؟ مثال ما و شما فرض میخوانیم همراه امام، بعد او سنت میخوانیم و بعد سنت مثلا تا امام نخیزد به سوی نماز 3 رکعت وتر واجب ما و شما نمیخیزیم. خوش به حالتان دادر عزیز. این احترامه، این حکمتش احترامی پیشواتون هست، احترامی عالم ها هست. شما احترام کنید، بگذار اول امام خیزد بعد از پس امام شما خیزید. به خاطر این حرمتی که شما نسبت امام کردین، نسبت پیشواتون کردین، الله برای شما در اول صحبت که آداب من برای شما بیان کردم، الله برای شما آتش دوزخ حرام میگرداند. السلام علیکم حضرت الله. ما 8 نفر هر جمعه از دوشنبه جمعه شما میاییم، فقط برای سخنهای شیرین شما و حقیقت را بیان کردن شما. ما را میگویند که چند مسجدهای را که میگذرید 10 ثوابتون کم و 10 گناه نوشته میشود. آیا این حقیقت دارد یا ندارد؟ مثلا این بیچاره از اونجا تا اینجا را آمدن، اگر 200 مسجد گذره، تصور کن 10 ثوابی قدری 2000 ثواب کم 2000 گناه نویسانده میشود. کدام آدم مثال گویم خیلی برای اینا فتوا داده باشد که فتواش البته از روی کتاب نیست، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگه من تطهر فی بیته ثم مضى الى بیت من بیوت الله. ببینیم هر کسی در خانه طهارت کرد بعد از آن قدم زد به سوی ببین بیوت من بیوت الله، به سوی خانه از خانه های خدا. نگفت مسجد محله، نگفت مسجد شهر، بلکه گفت به خانه از خانه های خدا، نابسته در کجای نباشد. ببینید بیوت من بیوت لیقضی فریضه من فرائض الله. مقصدش چی بود؟ رفته موعظه را گوش میکنم پس گشته به خانه میام. پیغمبر خدا گفتند برای این گونه شخصی که اراده کدام مسجد داشته باشد، اکنون این روز بچه ها اراده دارن که جای میرویم که اونجا صحبت باشد، جای میرویم که اونجا گویم که مسئله ها از روی حقیقت اسلام حل شود. پس با این خواهش وقتی که آمدن خدا برای اونها چی مکافات میدهد؟ لیقضی فریضه من فرائض الله کان خطواته احداها تحط خطیئه والاخرى ترفع درجه.
خداوند گفت قدم اولی که گذاشتی همه خطاات خدا نابود کرد، قدم دومی تو مرتبه تو را در جنت بلند کرد. به این خاطر دادر عزیز تو انشاءالله مرتبه ساعت به ساعت در جنت بلند میشد. هیچ وقت این معنای را ندارد تو ثواب میگیری، تو پاداش میگیری. خب به نیت خیر بیای با گناهگار شوی. خب الا ادلکم علی ما یمحو الله به الخطایا و یرفع به درجات اسباغ الوضوء علی المکاری و کثرت الخطا الی المساجد. حبیب خدا با بیان کردن آیا شما را دلالت کنم به یک عملی که اگر چند زنید خدا خطاهاتون میبخشد، مرتباتون در جنت بلند میکند. گفتن چیست؟ گفتن کسی که قدم زیاد به مسجد میزند خودش دلالت بر همین میکند. حتی بینین همو بنی سلمه، حدیثی هم بخاری است هم مسلم است. بنی سلمه وقتی که اطراف مسجد پیغمبر خالی شد، اونا گفتن که میرویم در پهلوی پیغمبر خدا خانه میدازیم، پهلوی مسجد. وقتی این آوازه به پیغمبر خدا رسید، به نزد بنی سلمه رفت. چی گفت؟ گفت بلغنی انکم یا انکم تريدون ان تنتقلوا الى قرب المسجد. من خبردار شدم که شما خانه هاتون می پرتاین و پهلوی مسجد ما آمده خانه میکنین. گفتم بله ای حبیب خدا، همچنان اراده داریم. رسول اکرم چی گفت؟ یا بنی سلیمه دیارکم تکتب آثارکم، دیارکم تکتب آثارکم. ببینید گفتن جان من شوین، از جاتون نجنبین. همین راهی دوره که شما بین مسجد و بین خانه شما مسافه که هست، خدا در هر قدم تو حسنات نویسانده میکند. نزدیک نیا که از این حسنات محروم میشوی. این دور آمدن ثواب دارد، این پاداش دارد، این هیچ وقت گناه ندارد. دادر عزیز یکم سوالش. دویم سوال، روزهای جمعه اگر با پول یا دروغ گفتن در درس اشتراک نکنی درست است یا نه؟ اینا دانشجو بودن برادرای ما. دویم سوالشون آمده است که ما در خوابگاه دانشگاه اگر با تگی تروسی در طهارتخانه طهارت کنیم درست است یا نه؟ مثلا بعضی آدمی هست که تای تروسی و تای میکه حمام می‌دراید، اما طهارتخانه درون خانه‌اش می‌دراید. با همون اگر طهارت کند بله طهارتش درست است، با که نداره درست میشه طهارت. فقط عبادت با او درست نمیشه. مثال نماز خواندن با او درست نمیشه، طهارت کردن درست میشود. خب و در دوام گفته است که اگر روزهای جمعه ما با پول یا با دروغ گفتن معلم اگر در درس ها اشتراک نکنیم و جمعه آیم گناهگار میشویم یا نه؟ برادر عزیز و گرامی، اون یک مصرع شعری بود از یادم کمی رفت، بسیار مطابق و مناسب بود. هر که از عالم گریزد در جهان، ببین هر که از عالم گریزد در جهان، او ز دولت می گریزد این بدان. مقصد شما وقتی که از درس های خود می گریزین، ولی امروز برادرای ما در همین مسجد اشتراک دارند، بسیارش معلم ها را دروغ می گویند یا با طریق پول چگونه این برادر ما گفته است یگان مبلغ می دهند. خب یا از درس اشتراک نمیکنن، آمده جمعه شو نمیخوانند. دادر عزیز من چند بار گفتم برای شما، من خودم در مکتب به باهای خوب و اعلی خواندگیم. باور کنین ما در اما اتستاد ما 3 نداریم، ما غمگین میشدیم که 3 میگرفتیم. و من گفته بودم به شما من محب و دوستداری همان جوانی هستم که از نام او از مکتبش من رحمت نامه شنوم یا رحمت شنوم که خوش به حالت داملا که همون بچه در محله شماست یا در مسجد شماست، بسیار بهای خوب و اعلی دارد، اخلاق حمیده دارد. برای همین دادر عزیز وقتی دروغ گفتی تو دروغگو هستی، مبلغ دادی در این مبلغ پیشگاه خدا در تو جوابگر هستی. برای همین در همون دانشگاه در همون مکتب خودت همون ساعت درسی که از اشتراک کن دادر درس بخوان، برابر ثواب جمعه را تو در پیشگاه خدا میگیری. برای شما خدا باز نماز دیگر در روز جمعه داده است. خلیفه نماز جمعه نماز پیشین است. بیا نماز پیشین تا بخوان، در دلت که محبت جمعه را داری خدا همین ثواب برای تو میتید. ما از این میکروفون ها اینقدر داد میگوییم که
علم دنیا علم خداست، علم آخرت علم خداست. پس امروز که ما شما را از درس ها باز داریم، درس ها در نروین، مسجد آین، پس این دولت ما و شما را کی آباد میکنه؟ این جامعه ما و شما را کی آباد میکنه؟ و هر یک ملک همون آدم خودش آباد میکنه. برای همین دادر عزیز همیشه در درساتون اشتراک کنید. پدرها و مادرها شما خیلی نظارت کنین، سخنای ما را برده رسانین. من جانبدار هستم که او در روز جمعه در مکتبش درس خونه، معلمش احترام کنه، معلمش دروغ نگوید. خان درس خان به فایده جان خودت است.